سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش باشید. امروز یه مشاوره داشتم برای بنگاه ماشین و مشخص شدش که ایشون در یک شهر دیگه پرونده‌ای داشتن که غیر فعال کرده بودن و فکر می‌کردن که اون پرونده رو در اون شهر کاملا غیر فعال کردن و گردشی دیگه اونجا ندارن و حسابی با اداره مالیات اونجا ندارن. ولی الان براشون برای همون سال 1400 که غیر فعال کرده بودن برگه اومده، مالیات سنگینی براشون اومده و ایشون اومدن اینجا و درخواست مشاوره داشتن. خب مسلما باید اسناد و مدارکشون رو بیارن، پرینت حسابای بانکی، قولنامه هایی که داشتن و دقیقاً مشخص کنن که بابت اون قولنامه ها واریزی هایی که به حسابشون اومده رو مشخص. سلام، صبحتون بخیر. امروز صبح دارم میرم برای پرونده‌ای که دیروز در موردش صحبت کردم، گزارش رسیدگی و بانک هایی که در واقع بر اساس اونها رسیدگی انجام شده از ممیز مربوطه بگیرم. کارهای وکالتشون هم دادیم انجام بشه که وقتی اداره مالیات میریم وکالت داشته باشیم. حالا امروز ببینیم بدون وکالت به ما این اطلاعات رو میدن یا نه. راستی گواهی امضای خیلی از شرکت ها زمان تمدیدش فرا رسیده و باید اقدام کنن برای تمدید. متاسفانه این هم یکی دیگه از وظایفی شده که بر عهده شرکت ها و اشخاصی که کار سامان معدیان بر دوششون هست باید انجام بدن و گواهی امضاهاشون رو یک ساله دوباره تمدید کنن. سر یک سال باید تمدید شه. دیگه داستان اینه. خلاصه که بنده تصمیم گرفتم علیرغم دغدغه ذهنی و مشغله ذهنی که روزانه برای کارهای مختلف داریم ویدئو بگیرم از کارهایی که انجام میدیم، چون خیلی از افراد وقتی به ما میرسن و ما میگیم ما شرکت حسابداری داریم میگن شما چی کار میکنین دقیقاً. واسه همین تصمیم گرفتم تمام کارهایی که به صورت روزانه درگیرش هستیم پیگیری میکنیم و انجام میدیم براتون ویدئو بگیرم که بیشتر آشنا بشیم با اینکه ما چه کارهایی رو انجام میدیم. خب آقا، ما اومدیم اداره مالیات، پرونده مفقود الاثر بود، قرار شد که بریم همون تو هیئت و ببینیم که این پرونده داستانش چی هستش و چطور میتونیم اجرای قرار بگیریم که دوباره به جریان بیفته و رسیدگی بشه. البته مفقود الاثر اصطلاح مالیاتی نیست. منظورم این بود که پرونده موجود نبود در اداره مورد نظر، احتمالاً به هیئت فرستاده شده بود و